آیه 172 سوره اعراف یادآور عهد الست، عهدی که همه ما با خداوند یکتا بسته ایم. نظر مولانا در مورد روز الست رو در این ویدیو خواهیم دید. مولانا و عارفان عهد الست را نه فقط یک پذیرش عقلانی از ربوبیت خداوند، بلکه یک پذیرش قلبی و عشق ورزانه آن می‌دانند. مولانا در غزل 3063 دیوان شمس غمگین بودن با این جسم دنیایی را بی جهت می‌داند، چرا که در روز الست حقیقتمان را آن یار ابدی نمایان کرده. در آن الست و بلا جان بی بدن بودی، تو را نمود که آنی چه در غم اینی. و در دفتر سوم مثنوی با بیانی جذاب عهد الست را ذوق عاشقان می‌داند و می‌گوید مؤمنان به این حکم بلا گفتن از رنجها واهمه ای ندارند. همچنانک ذوق آن بانگ الست در دل هر مؤمنی تا حشر هست، تا نباشد در بلاشان اعتراض، نه ز امر و نهی حقشان انقباض.